سلام. نظام آخوندی که این روزها بحران و مشکل از سر کولش بالا میره و در دنیای واقعی هیچ راهی برای پاسخ دادن به این مشکل‌ها براش وجود نداره، در دنیای هیاهو و جعلیات اما حرف برای گفتن زیاد داره. مثلا اخیراً اومدن توی هفته دفاع مقدسشون نتیجه 40 سال تجربه نظامی و علم و دانش رو با رونمایی از یک سلاح استراتژیک جدید به همه دنیا نشون بدن. حالا فکر میکنید که این مأموریت خطیر رو کی به عهده گرفت؟ سرتشتک سلامی. بیشتر از اینکه تصاویر ما رو نشون بدن، تصاویر این دستاوردها رو نشون بدن. سردار از ما خواست این لشکر رباتیک را به تصویر بکشیم. لشکر ربات داریم برای مقابله با دشمن. یک لشکر رباتیک خط‌شکن عملیاتی به لشکر نیروهای سپاه اضافه شد. این واقعیت‌ها دیگر قابل انکار نیست. تبلیغ و اغراق و گزافه‌گویی هم نیست. یک حقیقت کاملا باورپذیر است. عجب حقیقتی که اینقدر براش اصرار میکنه که تو رو خدا باور کنید. حالا این سلاح استراتژیک چیه؟ یه ربات اسباب بازی که اگر دشمن فرضی یه جایی بمب گذاشت این بره جابجاش کنه. یکی از کاربردهای مهم این ربات‌های هوشمند به این شکل وقتی گفته می‌شود یک جای یک بسته مشکوک یا بمبی کارگزاری شده، این ربات‌ها به وسیله این خودروها حمل می‌شوند و فرد در داخل ماشین این ربات‌ها رو هدایت می‌کنه به سمت بسته مشکوکی که وجود داره و در اونجا ربات بسته مشکوک رو به محلی امن انتقال میده. اولا ما نفهمیدیم که این ربات کجاش هوشمند بود. با ماشین ون جابجاش کردن، بعدم یکی با جویستیک کنترلش میکرد. بعد این قراره با کدوم دشمن مقابله کنه که قراره بیاد توی شهر مین ضد تانک بذاره تو چمدون؟ چون اگر منظور دشمن خارجی باشه که اون از فخری زاده و سلیمانی که ترکوندنشون و هیچ غلطی نتونستید بکنید. پایگاه‌های موشکی و انبارهای مهمات سپاه هم که داره چپ و راست حتی تو اطراف تهران منفجر میشه و آتیش میگیره که همش فقط یه حادثه بود، یه اتصالی برق کوچولو بود یا یه کپسول گازی منفجر شده. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد. آخرش همین پایگاه موشکی همت بود که میگن اتصالی برق داشته ولی سقفش اومده پایین. همونطور که تو این تصاویر هم دارید ملاحظه میکنید. اگر هم منظورتون از دشمن داخلی است، مثلا مثل قیام سراوان و خوزستان و اینا، بعید میدونم که این ربات اسباب بازی ها تو این صحنه ها کاری بتونن بکنن. آفرین میخوایی مرسال اسماعیل خیلی، آفرین تو پاسگاه اومدن. اینم مامورین البته در مورد کارایی‌های اثبات شده این ربات توی همین گزارش توضیح میده که ربات موفق شده چشم یکی از سازندگانش رو کور کنه. جناب سرهنگی که مسئول این پروژه بود یک چشمش را در زمان تولید این ربات‌ها از دست داده بود. پس معلوم شد که این ربات استراتژیک بیشترین تهدید رو برای سازندگان و اپراتورهای خودش داره. البته میتونه گزینه خوبی هم برای این مسابقات باشه که اونجا هم بعید میدونم که در برابر این ضربات چکشی شانسی داشته باشه. ولی رژیم در هوچیگری برای هیچ و پوچ سابقه طولانی داره و در این زمینه فتوشاپ کارهای ولایت آثار ماندگاری خلق کردند. یک نمونه معروفش پرتاب موشکی است که تمایل به پرتاب شدن نداشت. در یکی از مانورهای موشکی نظام که قرار بود اقتدار نظام رو با پرتاب همزمان چند موشک به رخ بکشه، در صحنه عمل یکی از موشک‌ها از فرمان عظما سرپیچی کرد و بلند نشد، همونطور که در عکس اصلی ملاحظه می‌کنید. اما در عکسی که در رسانه‌های نظام منتشر شد و هنوز هم منتشر میشه، مثل اینجا در خبرگزاری فارس، موشک وسطی به کمک تکنیک استمپ در فتوشاپ پرواز کرد و به شکلی باور نکردنی می‌بینیم که 2 تا دود عین هم تولید شده. اینجا موج‌های دود 1 2 3 4، اینجا هم 1 2 3 4 عین هم.
شعله‌های این موشک هم عین اون یکیه. یه شاخ کوچولو اینجا، یه شاخ کوچولو اینجا، یه شاخ بزرگترم اینجا، اینم یه شاخ بزرگتر، یعنی کپی پیست. نمره فتوشاپ قابل قبول، پرتاب موشک 0. البته همیشه هم فقط فتوشاپ نیست، بلکه خیلی ساده یه عکس پیدا میکنن، بعد یه کپشن دیگه میزنن و دروغ رو تحویل ملت میدن. یه نمونهش این عکسه که با نام صف مرگ یا تلخ‌ترین عکس تاریخ به طور گسترده در فضای مجازی منتشر کردن. همه جا این توضیح رو کنارش نوشته بودن. این صف بچه‌هایی است که قرار توسط منافقین در جریان عملیات مروارید زنده به گور بشند. تو اغلب سایت‌های حکومتی هم تقریباً با عناوینی مشابه یافت میشه. تلخ‌ترین عکس تاریخ، یا اینجا اقتصاد آنلاین، صف زنده به گور شدن توسط مجاهدین، یا باز یک سایت دیگه صف زنده به گور شدن فلان. منبع خبر آنلاین. میریم سایت خبر آنلاین، باز هم همون تیتر و همون عکس. خلاصه در خیلی از سایت‌های حکومتی یا شبکه‌های اجتماعی از این عکس با همین تیتر استفاده کردند و میکنند. حالا بریم ببینیم که داستان واقعی این عکس چیه. در عکس سیاه‌سفید صحنه خیلی غم‌انگیز و مخوف به نظر میرسه، ولی وقتی سراغ عکس رنگی میریم سوالاتی ایجاد میشه. مثلا اینکه اگر این صف مرگه، پس باید یک نیروی نظامی اونجا باشه که این بچه‌ها رو به سمت مرگ هل بده. ولی تو این صحنه هیچ اثری از سلاح یا عناصر نظامی دیده نمیشه، بلکه برعکس این بچه دارن خندان به عکاس نگاه هم میکنن و در حالی که میبینن جلوشون چی هست با علاقه به سمت جلوی صف حرکت میکنن بدون اینکه کسی اجبارشون کنه. کلید معمای این صف خندان چیه؟ اینجاست. این عکس توسط یک عکاس جنگ ایران و عراق به نام جاسم قزبانپور گرفته شده. جاسم قزبانپور متولد خرمشهر، یک عکاس معروف جنگه که در تمام 8 سال جنگ و بعد از اون توی منطقه مرزی عکس میگرفته. قزبانپور در مصاحبه‌ای که با BBC داشته در بین عکس‌هایی که گرفته، عکس این صحنه رو هم به عنوان یکی از کارهاش نشون میده. منتظر میشم یا خودم رو در شرایطی قرار میدم که اون سوژه یا اون موضوع برام در بهترین حالت قرار بگیره یا اتفاق توش بیفته. توی این سایت هم قزبانپور به یکی از همکاراش توضیح داده که این عکس مربوط به سالهای 66 و 67 که کردهای عراقی به مرزهای ایران پناه آورده بودند و این عکس مربوط به صف دریافت نان و خرما از سربازان ارتش ایرانه. بعد هم در ادامه گفته که این عکس یک فریم از مجموعه 2 حلقه فیلم 36 پرده‌ای از این کودکانه که به خاطر روشنگری شما هم این عکس و هم 2 فریم دیگر رو که مکمل اون هست براتون ارسال میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید این عکس اوله و این هم عکس دوم از همون صحنه است که عکاس به فاصله کوتاهی از این صحنه گرفته. در عکس سوم از همین صحنه که در مصاحبه BBC با عکاس پخش شد به وضوح فضای شادتری دیده میشه. همه بچه‌ها به سمت عکاس برگشتن، دارن میخندن. این عکاس همچنین عکس‌های دیگری هم از این صحنه رو از زوایای دیگه منتشر کرده که به وضوح هیچ اثری از وحشت و مرگ در بین این بچه‌ها دیده نمیشه و حتی انتهای صف هم در این عکس‌ها مشاهده میشه. حالا با توجه به این توضیحات نباید خیلی مشکل باشه که یک ذهن منطقی تشخیص بده که این عکس نمیتونه صفی از کودکان در حال رفتن به سمت مرگ باشه. ولی خیلی جالبه که شما میبینید سایت‌های حکومتی هنوز هم خیلی مسلط این عکس رو استفاده میکنن و روی سایت‌هاشون هست. عکس جعلی دیگه که هنوز هم محبوب خیلی از رسانه‌های حکومتی هست این عکسه که در سایت قوه قضاییه رژیم تحت عنوان سند دلخراش از جنایت مجاهدین درج شده بود. هرچند که توضیحات مفصل راجع به منشأ این عکس بارها داده شده ولی همچنان در سایت‌های حکومتی با اون مواجه میشید. این عکس هم صحنه‌ای از یک فیلم سفارشی وزارت اطلاعات به نام نفوذیه که در سال 87 ساخته شده و در اون سکانسی مشمئز کننده از انداختن افراد در یک گودال وجود داره. بعد از اکران فیلم عکس‌های فیلم رو تو سایت‌های مختلف مثل این درج کردن. ببینید عکس‌های دیدنی فیلم نفوذی و وقتی عکس‌ها رو نگاه می‌کنید می‌بینید که این عکس هم جزوش هست. در سال 91 برنامه وبگردی 2030
اولین بار این تصویر رو به عنوان سند جنایت مجاهدین پخش میکنه. اخیراً هم یه عکسی از اعضای فرقه رجوی ها منتشر شده که مهر تایید دیگه‌ای بر همه اسناد و شواهد جنایت‌های این گروهک تروریستیه. این عکس که در فضای مجازی منتشر شده نشون میده که این عضو گروهک منافقین در حال زنده به گور کردن یک کودکه. حالا این زنی که توی عکس هست کیه؟ هیچی، این یکی از بازیگران فیلم نفوذی به نام مریم نیکرفتاره که اینجا هم نوشته نقش منافق رو تو این فیلم بازی کرده. همونطور که ملاحظه میکنید فیلم رو خودشون ساختن، خودشون عکس گرفتن و بعد به عنوان سند جنایت مجاهدین منتشر کردن. یعنی تو قوه قضاییه آخوندی اینطوری سندسازی میکنن. یکی دیگه از نمونه‌های عبرت‌انگیز فلاکت وزارت اطلاعات جعل نشریه مجاهد بعد از فوت مرجان بود که مرزهای جعل و دروغ رو جابجا کرد. سناریو پردازان وزارت اطلاعات این بار اینطور فکر کرده بودند برای اینکه جلوی موجی از محبوبیت و همدردی که در جامعه ایران نسبت به مرجان شورشگر به وجود اومده بود رو بگیرن، عکسی جعلی از یک نشریه مجاهد موهوم رو در رسانه‌های حکومتی منتشر کردند تا بعد با اتکا به اون یه عده رو مجبور به موضع‌گیری علیه مجاهدین بکنند. آخه اونی که داره این نشریه رو جعل میکنه دیگه به این فکر نمیکنه که خود این نشریه اصلش کجاست، صفحات دیگه‌اش چیه، کجای ادبیات این نشریه به مجاهدین ربط داره. اصلا کار نداره که کجاش به واقعیت ربط داره نداره، فقط میخواد یه موجی حتی لحظه‌ای علیه مجاهدین ایجاد کنه. رسانه‌های حکومتی هم که اصلا قرار نبوده که واقعیت رو بگن ها، ساخته شدن که همین دروغ‌ها رو بگن دیگه. پس تمومه. در یک کلام صنعت دروغ پردازی یکی از پایه‌های این حکومت جهل و فریبه که بدون اون اصلا امورش نمیگذره. بنابراین هر هموطنی که گامی در راستای گسترش حقیقت و افشای دروغ پردازی های این رژیم برمیداره ضربه است بر پیکره این نظام دروغ و دغل. وقت بخیر و خدا نگهدار.